به نام خدا. دوستان عزیز سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم خوب و خوش باشید و در فضای گرم خانه هایتان بیننده برنامه زنگ تفریح باشید. دوستان گرامی، امشبم با بخش جدیدی از برنامه در خدمت شما قرار داریم. شما میتونید پیامک های جالب خود را در زیرنویس تلویزیون هم بیننده باشید. زیاد وقت شما را نمیگیرم و در بخش نخست برنامه گزارش داریم. ایتا نمیفهمن که چی بگم چی بخرم. خیلی بی‌انصافی میکنم. پردر میخرم متر 300 روپیه، نلیچه تیار میکنم متر 1000 روپیه. ای برادری گپ یک نظر باید ما و شما با خاطر این طفلا بیچاره داشته باشیم. یک پسرم یک انسان اولاد ما و شما هست. چی فرق میکنه دختر چی پسره؟ عزیزم، موضوع امروز ما راجع به مالیات بر عایداته. ما از شما پرسان کردم که نظر شما چیه به این که دولت مالیات بر عایدات جمع میکنه از دکانا؟ یار اگر راست بپرسیم به مدتی که من 35 سال عمر من عسکری نکردم که بگم من لیسانس ترافیکی داشته باشم که بگم شلوغ نکنم به تاثرک هست. شلوغ میکنن. سچرخا خیلیه مشکل به سچرخای. تشکر لالا جان. زنده باشیم. بیننده‌های عزیز دیگه من هر چی به همشهری گفتم فکر کنم متوجه حرف من نشدن. کو نفهمیدم این همشهری ما چی گفت. ما عادی از این پرسان میگدم از درختا میگفت. خب باشه ببینین که یک شهروند دیگه خب پرسان کنه. سلام لالا جان، میبخشین یک دقیقه وقت شما میگیرم. میبخشین بگین شما چی وظیفه دارین؟ ما دکان داریم لالا. دکان دارین؟ بله. خب آیا از مالیاتی که مالیات بر عایداتی که تحویل میکنین رضی هستیم؟ چقدر از شما مالیات میگیرن؟ ها اشته رضی نیم لالا. اما در عایدات نداریم که از ما میستونم. اشته رضی نباشیم. شما چی میفروشین به دکان؟ ما دکان داریم دیگه. شما میام از ما جنس میخرین سوال میکنیم. دکان داریم. گفت عایدات صفریم. مالیات ما دوچنده. یعنی چی مالیات شما دوچنده؟ لالا مالیات میای مثلا سال به سال میای یا 5000 یا 10000. ما به سال 10000 پای نداریم. 10000 یا 15000 روپیه مالیات میایه. این شد یک دکانداری. صبح خیلی تر دستم خیلی میدم شما پر مایم. صبح از صبح تا شما به درد کن چیته نیست. سودای معامله دولت هم به قسم مونیه که مالیات چی فقط نمیشته خب میکنه 20000 15000 میاره. خیلی فشارم بیا درد کنه قلف کن لالا. تو از کجا دان گرم خو گرم میشی لالا؟ یعنی منظور شما اینه که شما عایدات ندارین به قدری که از شما مالیات بر عایدات میگیرن؟ نه کو عایداتم خود تو از میشردی به چه میشردی؟ تشکر لالا جان. خیلی سلامت باشی لالا. خبر شد تو که پار با بیا مصاحبه کنم مردم درد خیلی داره. لالا جان خوبین؟ خوبیم بخیر. زنده باشین. شما دکان دارین گفتین دکان از شما؟ بله. خب چند کار کردین راستا خب بگین؟ امروز شکر خدا فضل خدا امروز هیچ چیز سودا نکردیم. هنوز سودا نکردیم هیچ. خب دولت از شما مالیات بر عایدات میگیره. آیا مالیات هم تحویل میکنیم؟ بله مالیات هم تحویل میکنیم. از دکان که نمیشه.
باید بریم از بیرون قرض کنیم بیاریم مالیات دولت بده. آفرین، یعنی مالیات همه قدر مهمه که باید اگر سودا کردیم و نکردیم بریم از بیرون قرض کنیم مالیات بدیم. باید مالیات از نو بدیم. مالیات خو میگم مالیات بر عایدات، همین چیزی که شما عایدات داشته باشیم از رو باید مالیات بدیم. یعنی شما عایدات هم نداریم باید مالیات بدیم. بله او که قصه از اینه که ما سودا داریم یا نداریم، مگر اون از یک جای پیدا کنم قرض کنم بدم به مالیات دولت بدم. خب خیلی خوب. خب تشکر میکنم از شما برادرم، مزاحم وقت شما شدیم. اوقات خوش. یک تشکری خاص داریم از شرکت تولیدی مواد غذایی پوپل آفیزی، تولید کننده پوفک های خوشمزه خوشین، جهت اسپانسر برنامه زنگ تفریح. بخش نخست برنامه که گزارش بود با هم دیدین، امیدوارم لذت برده باشید. حالا در بخش دوم برنامه میریم و با هم قسمت سوم سریال میبینیم و امیدوارم ما را فراموش نکنید. سیکو فقط رزینی سرامو. بیا بیا دم سر بسته کنو. بیا کجکی سیکو جیگاره مثل کشته. ماشالله درخت تسرا این سرا دیگه از اینه از مانه دیگه. این دیگه حال شخصیکی قولگی از ما شده دیگه. بجته تسرا کلون باشه، باخچه هم داره. بریم. خب باشه جان، انی هم سرا امکانات برق نل او همه امکانات خدا را سرک برابره. برای شیشتن برای شما دیگه جانه. از اون پولی هم که از شما گرفتین که دادیم 2.5 لک خب از این مصرف کردین، یک 4-5 هزار دیگه هم خرج شد، بقیه موندی برام خب دادن دست شما. صاحب از این هم نیه به اینجا با آلمانه تا زمانی که زنده ایم شیشته باشه. سرا برابر امکانات دیگه چی ما ما خودمون صاحب جای باشه جوری. خوب انا لگی سرا خود درسته. این که ما تایید کردیم. بچه‌ها می تایید کردن. خب انا نمی تالار چه کار میشه؟ تالاره که شما گفتون سرکار. دیگه همه جا بسیار که گفته که خوب کار گپ نیال ما گفتم ازم شما دلجم شم. گفتم فکر می‌کنی آمی صاحب تالار زنده روجی. خب چرا شما خوش چانسین باشه راجی بیم. بله فرق گنشتن تیرسی قربان شما جی سبچیال دارین صاحب صدمندین. شو خب و نمیدی از که منتظر تونو. آن همینه که ما لیمو گپ میزدیم پالو باجه خوستادم انشاءالله تا تا به نیم ساعت دیگه بخیر به خدمت شما میرسیم. باشه بیاین بخیر باشه، من اینجا منتظرم. نه همالا که مو گپ میزدم دیگه باجه خو گفتم بیاین که بریم. قربان شما جی خیلی چشم حتما خداحافظ. خداحافظ. نوروز نوروز بیا یک دن اینجا. ها بیا که کار دارم. اشته خوش چیشته خوش شد باجه جان جوش نزنیم نه. چیشته خوش شد همون که من از امروز اول اقدام کردم راجع به کار شما به خدمت شما بودم تا حالا هستم دیگه. یک هفته خور کار بنداختم که کلا بار شما را آوردین دیگه. خوری بری بر زدم که برای شما کار وظیفی به می تالار پیدا کردم دیگه. رنج شما گل خونه خوب امکانات برابره به شما ردیف کردم دیگه. من دیگه چیکار کنم؟ هیچ چیز دیگه تشویش یک بارم دلم گفت نه تشویش باشه. میگه غم نداری بوز بخر، اگه بوز نبود مرغ بخر. بفهمیدیم باجه جو. حتما خود شما میریم. حالا دگرای چی نگفته که صاحب تالار ما که مثلا گنگویی به چا دیگه نگفت. ما و شما یک بار برین کار ردیف کنم. خوبه باز بچار دیرتر باز سبای پس گنگ گفت اگه میرو اشاره که کما سرا شما نمیام.
و پیش خاله خوشلوچی خب خیلی باشه چند شای باشه از اون کاری هم دست دگون کاری نه خدای پاک بری عقبی بخونه چشم به چیش کنگ بند نزننی هم بگو یا کجکی یا خوشی خوگه پیاله چای دم کنه چار ها دیگه آخی اینه چشم اینجا مرگونی ما خوش شده برو چشم باشه برین خود شما چای بخورین که برین ها دیگه خودش ما چای بخوریم باز خودش ما میریم دیگه فکر کنم چی کار بشه ها دیگه عجب گلبابا جو یک کسی که میگه شیشتیه یا برا میری تو باید بگی سلام علیکم بگم بابا من زمانی که از رد مادر به دنیا آماده بودم خب تا به حاله همین کلمه هر روز عیاد من میره خاطر همین دائما واسه تکرار میکنم بازم عیاد تو میره دیگه هر چی کار سختی خیره تو باشه بره دیگه بگی سایکو عجب گل جو بابا جو قد بالا و تا چشام تر من سیل کو خب آخه کنون ما که صبحانه نخوردیم ما کمای ماری به سر کار به لقمه نونیم برو در بیار نون بابا ها دیگه چای خیلی بیار دیگه چیکار کنیم شاید کجکی بیاره دیگه نونار بابا جان برو خود تو بیار دیگه تو بری چی تو کجکی بسیاری تخونی بخی برو سایکو ببینیم چیزی هست بیارم بابا ها دیگه بخی یعنی همین کجکی هم از روز کمیل روز دیده خیلی میگره همین تنبل شده که تمام کار جای جا داره میکنم کار میکنم سر بکن رد نکن خود من فکر از کجکی رو دارم برو یهودی آه آخه دیگه چیز میدی نه بود که بریم دیشتیم یهودی خامه چیزی میهودی خودمون خوششته بکنیم خامه چی بابا؟ خامه میگه چی؟ بخی این پینجایی برو از این تکنی خامه بستو بیار بگی بیشتر چیزایی نه؟ شکر هم بستو خامه هم بستو دکندار بگو میفهمه میفهمه؟ نه مای باشه خود به عذاب باشه دیگه بیا آمادیم دیگه خیره آره مایه یا نه مایه؟ آشتان مایه بابا بخی تو خیر لومباره میزنه میخوری دیگه تو چیکار میکنی دیگه لقمه نونی بخوریم میریم ساعت باشه دیگه بودم بیارم دیگه میخوریم لقمه دیگه والا خیره باشه دیگه بودیم کارا بشه خوش روزا میخوره آی ولنگ ولنگ آی ولنگ تای امان ناز دلبر بلبل مسوای بار آی آقا جان رنگ پرگل داره خدا مبارک کنه کی بود؟ زلفان پر پیچ تو آی ما ناز دلبر حلقه و حلقه چومار آی آقا جان بابا کیری بدر سرا هم سروه هم سروه ماما برو در وا کنه برو بر 16 نفر میخوری همو در وا کن بخی میونه پیش تو نمیجه برو همو در وا کن برو بابا میرم سر کنه فقط تانگ زنجیری حرکت میکنه برو وا کن دیگه کی بود؟ تیر اسب آجان برو یا قبی بخواه کس من که میدم شروع چرشه چالاک میشه غم نخورین باشه این سرکار رو برو چالاک میشه بابا میام که چه کار میکنی تو تک پک مثل چسبوندی کی بود؟ یا من اومد بابا تک تک نکن اون مرده چه دروانه میکنه با کدول آگ رفتی با چی نادون سکو یک وجب قطع سکیل از این سید کتو اسب اجل به خیر خوشی تو یک وجبی بخوری یک ساعت من مگو تو می الوا براد یک سلک بی فیه طلب داره از ما که تک پیک میکنه بابا مار یلا کنه ما غیر
از مشکلات و مصیبت شما بابا دیگه کاکا دیگه کاری ندارم. میگم بابا هم از این دکونار بگشتم بابا هر دکونه که میرم یکی میگه من این دکون خوب گور دارم یکی میگه توت مغز دارم دیگه هیچی ندارم چیکار کنم بستونم یا نستونم بیا نمایه بیا چایار بخوردیم بیا تیاره برای من نگاه نداشتیم چی؟ بیا برای چی نگر بیا ای بابا کجی چیکار میکنی نوروز؟ مرگمی چلچلر به خیر خوشی بگیر از این بغضالی امریکایی. بابا اینجا چیکار میکرد؟ ما چون چی گوم مرگ به کجا بشود؟ بابا سر از این بابا چلچل کاکا چلچله نماد بزین جگا. نه نماده. این بچم اینجا چی بلد شده؟ دستمی مگسا و کلیزا مبعضادم باید میگی بیا بده که یا کنم با چایا بیا کردیم دیگه باشه باشه ایران گپ زدم اینجا دست به کار میکنم دیگه ما میرم نوروز سیز بیا بریم کی کرده با حسین بخشش باشه دیگه کمی دیرتر بشد دیگه تا خود باجه خورا افتادم انا باجه جان دیگه اینا که هستم مسئول می تالارم دیگه اینا بیارم گفتم اینجا بخیر دست به کار کنم انشالله. خیلی خوش آمدید جمعه خیلی خوش آمدید سارا جان خیلی تعریف توصیه شما کرده ما باز مایی سارا جان کسی چند سال انگلیزا مانه ما واقعا صادقانه خودم کار کنم من منتظر میبینم که یک نفری به پیدا کنه دلم خود ازی باشه سوچه پاک باشه چون همیشه ما صادقانه کار نه انشالله دیگه شما اجیس به هیچ کار ندارین دیگه من که اینا رو بیاوردم ضمانت از اینا کردم دیگه انشالله شما دیگه به هیچ کار ضمانتی که کردیم صحیحه امی تالار فکر کردیم از منه نه امی تالار از خود شما نه هر رقم گوش کنیم حساب خودی مردم روی خوش دیشته باشیم ما همین به خدمت شما هستیم با حساب معاش از اینا رو گپ زدیم شما ما گفتم گپ زدم که تولید خود شما گپ زدیم ما سارا جان گفتم بازم برای شما میگم 7000 روپیه ما میدیم برای شما فقط این 100 آدم خرج شما نه همین چیزی رو شما تخمونه گفتم حالا اینا خیلی گرفتگیری به اون ندارم اون تا جوجه پوشدار هستم دیگه اگه هوای اینا داشته باشیم که پرده اینا 4 روز بشه جوجه پوشدار خود چه فهمی فصل کمک بیکاری تره باز بخیر کارا شروع شد بری چیشا خو ما به خدمت شما هستم باز ان شاء الله ما شما از اول افسانه بود 15000 صحیح خیر بینیم باز اینو مرد کار کنم صادقانه دل شما من به خدمت شما هستم اگه چی بگم با هم نازی اونار بیا اینجا خود شما بیا چه کار میکن نوروزه بیا لالا بیا که تاشا میشکنیور بیا بگذارو بیا یا کاکا بیا بشین اینجا چی کار میکنی تو خراب کاری میکنی باز معذورم میگویی بچه خودی نه خود ما نه نوروز جان دوماد باجه منه هنوز نشدیم خود نوزباد دارم دیگه نام شریف شما چیه؟ بله نام شریف شما 2 سال میشه من دیگه نوزباد دارم 1,69,000 دیگه بمونده فیلو پیشکش من نام شریف شما گفتم از پیشکش شما نپرسیدم اینو خسور مونه خسور شما نوروز جان نوروز اسم نوروز باجه شما یا راستی باجه شما اینا هم اینا دوماد باجه من نوروز و ولد ملکجی
فرا جان یه خوب بچی شاده معلوم میشه. این هم نمیشه من تالار بگیریم سپنجی چرخته. چی رقم؟ سپنجی چرخته یا بباریم پیشم آشپز تردگاه کاسار بشوره. هم دو کار هسته میگه من نفر. هر جمار بدیم ما. هر جمار بیکاره دیگه مینا کردن خودی خود بیار نکه. هر کدوم تو دوست داری دیگه واسه از روز بفهمید تو نکه هر کدوم میاد. با پیش آشپز ما نفر ما سپنجی هم ما که پیش دومادا بیاره. فرق نمیکنن دست به کار بشه. هیچی سبگا واله دیگه. شما بخوزین باشه که می تا دست پا تالار حساب کتابا هم به شما نشون شما راهنمایی کنم. بخوزین. سراب سراب بله بابا. به کجا ای تو بابا؟ یک ساعت ما سراب میکنم صدا گوشات سنگین نه سراب بدم بابا. خب کجا فراد؟ فراد فکر کنم برفته خونه واجه. چی؟ خونه واجه خونه باجه کو؟ بله بابا. آخه اینجا واجه شدی باده اینجا شد هر روز که اینجا وادی بخاطر پیار و برار و مادر و خونه میاد و میگه دادم برا باده واجه بدم بابا. بله کجایی فراد؟ برادر تو بخونی باید کجی کار داری وقت تیز بیا بسر که ما با تو کار دارم تیز بیا و تا به 10 دقیقه میایی دیونه کنه من خدا شما دیونه کنه بابا دیانه کنم من چرا میگی؟ 24 ساعت بخونی باید خوب از امروزی که باید بیا ما تو فراد ندیدم چوری برخو هم هر دقیقه بخونی باید خوب سکادی میایی یا نمیایی؟ 24 ساعت هم کنی باجه 24 ساعت هم کنی باجه خب تو رو چی کار میکنی؟ چکار کنی؟ آخه 10 کار ما با تو پیشنهاد دادم 10 کار رو گفتم آخه تو چرا یک کار قبول نکردی؟ آخه تو چی کنتاتاری؟ چیه؟ گفت نازی تو نازی تو کار میکنم تو نازی تو بستی که اگه یکی بیتاییم همه عدید شما بخسته پیار نیم بخسته خونه نیم بخسته کارگری بینیم 24 ساعت نیک کار نیک گریبی بس را باجه خواه برادر فکری بار خوکو جا که راتور صدا کتون طور بفهموندم نفهمیدی امروز برای تو کار دارم و علیکم سلام و علیکم بگو بابا این معامله چی کار میشه؟ اوه کدوم معامله؟ این معامله جمعه دیل من 5 تا به دیگه کف میدم خب یعنی زن می چه سال که پای شیشته هم دیگه تو اشتباه میکنی که شیشتهی آخه تو زن می چکار کنی ها؟ تو زن می چکار کنی ها؟ تو زن می چکار کنی ها؟ تو زن می تو زن می زن می یه کچھ اوقات ہے چه چله بومور زن می لا اله الا الله محمد رسول الله اور سیکو سرا باجه خو این که دیگر سیکو برای عزیز ساعت کاری پیدا کردم میگم برو به سر کار نمیره این که دیگر زن یک نربقاتیو زن می